باکتری AE. امروز میخوایم در مورد این محصول و نوع مصرفش بحث کنیم. اول پودر AE رو توی بطری با آب حل میکنیم، بعد بطری به مدت 12 تا 24 ساعت میره توی یخچال. بهتره با بتا گلوکان و گرده گل قاطی بشه و بهتره از آب خود تانک استفاده بشه. اگه تعداد تانک ها زیاده، از آب دپو یا RO برای تهیه‌اش استفاده بشه. تو دوره‌ای که AE مصرف میشه هیچ گونه باکتری سیکل و آنزیم استفاده نشه. بهترین زمان مصرف شب وقتی که چراغ‌ها خاموشه هست. 6 ساعت قبل و 12 ساعت بعد مصرف غذا دهی نداشته باشید. توصیه میکنم برای تانک‌هایی با جمعیت بالای 50 تا 100 میگو استفاده بشه. بهتره در تانک‌هایی که AE درونشون مصرف میشه سطح اکسیژن محلول در آبشون زیاد باشه. دقت داشته باشید کسی که تا حالا استفادهش نکرده از دوز بسیار کم استفاده کنه. احتمال تلفات موقع استارت استفاده از AE هست، ولی توی رشد و زاد و ولدهای آتی جبران میشن.